یک منبع پایگاه خبری بامداد خبر داد که کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا روز 24 ینور لیتنانت کلان سفرزاده ابوبکر محمد رفیع وکالتدار فوری شعبه میلیشیای نویه فردوسی شهر دوشنبه را هنگام گرفتن پورا دستگیر کردند. بنا به اطلاع این منبع که کارمندان دستگیر شده میلیس را میشناخته است، ابوبکر سفرزاده از شهروند برای تیار کردن حجت رانندگی 4000 سومونی طلب کرده هنگام گرفتن این مبلغ دستگیر شد. 4000 سومونی را از وی همچون دلیل شیعی مصادره کردند. منبع بامداد میگوید ابوبکر سفرزاده با استفاده از مقام خدمتی به باوری شهروندان درآمده از آنها برای بود کردن این یا آن کارشان در مقامات از جمله برای درست کردن حجت‌های رانندگی مبلغ کلان میرویاند، ولی کارافتادگان را فریب داده پولهای گرفته‌اش را برای احتیاجات شخصی خود صرف میکرد و کارافتادگان را ماها دوانده کارشان را بود نمیکرد. این نفر به جای آنکه همچون کارمند مقامات حفظ حقوق در خدمت مردم باشد، راه فریب و نیرنگ را پیش گرفته است. جای چنینها در صف میلیس نیست. روز بازداشت ابوبکر سفرزاده چند رهبر بلندپایه مقامات نویه فردوسی خواستند که در بین در آمده وی را خلاص کنند. خوشبختانه ناکام شدند و او را آزاد کردن نتوانستند. گفت همصحبت بامداد نسبت به ابوبکر سفرزاده بر اساس قسم دوم ماده 247 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند. آنهایی که از اعمال این کارمند میلیشیا ضرر دیدند می توانند به دفتر مرکز اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان مراجعت کنند.